زیباترین شهرهای جهان که توریست عاشقش هستن کجان؟ به نظرتون شهرهای ایران هم تو این لیست هستن یا نه؟ پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باش که بهت بگم. سلام دوستان عزیز، به کانال ما خوش اومدید. امروز اومدیم توی این ویدیو به زیباترین شهرهای جهان بپردازیم. شماره 10 لیست سن پترزبورگ روسیه. سن پترزبورگ یکی از شهرهای بزرگ روسیه است که تاریخ پرفراز و نشیبی داشته و از این تاریخ پرماجرا جاذبه‌های زیبا و دیدنی بسیاری به جا مونده. این شهر خوشرنگ و لعاب به دستور یکی از تزارهای روسیه تأسیس شده و هنوزم یکی از زیباترین شهرهای جهان محسوب میشه. یکی از جاذبه‌های گردشگری که به نوعی نماد سن پترزبورگ هم محسوب میشه کلیسای ناجی در خونه. این کلیسای ارتدوکس خاص‌ترین نوع معماری رو در میان کلیساهای جهان داره و با 5 گنبد رنگی از جاذبه‌های پرطرفدار در سن پترزبورگ. شماره 9 اصفهان در ایران که از گذشته به نصف جهان مشهور بوده. پر از جاذبه‌های تاریخیه که در هر کدوم هنر معماری و ذوق و سلیقه ایرانیان تو اون موج میزنه. هرچند که تمام شهرهای ایران زیبایی خاص خودشو داره، ولی اصفهان به عنوان سمبولی از هنر و فرهنگ ایرانی در جهان شناخته میشه و میتونه اونو نماینده‌ای از ایران در میان زیباترین شهرهای جهان بدونیم. اصفهان به عنوان میراث تاریخی یونسکو به ثبت رسیده و هوش، خلاقیت و هنر رو در تمام بناهای تاریخیش میتونیم ببینیم. منار جنبان، کاخ 40 ستون، پل خواجو، 33 پل، عالیقاپو و غیره از معروفترین جاذبه‌های این شهر هستند. شماره 8 توکیو ژاپن. ژاپن سرزمینی خاصه که علاوه بر زیبایی‌های طبیعت، بناهای تاریخ پر رمز و رازش، فرهنگ مردمش، این شهر رو زیباتر و خواستنی‌تر کرده. این کشور یکی از پایبندترین مردمان جهان رو به اصول انسانی داره و فارغ از گروه‌های مافیایی یاکوزا به ندرت میتوان قانون شکنی ژاپنی‌ها رو باور کرد. توکیو نگین خوشرنگ ژاپنه و به عنوان پایتخت این کشور شناخته میشه و در عین حال از زیباترین شهرهای جهان و قاره آسیا محسوب میشه. این کشور با کمک پیشرفت دانش تکنولوژی و طبیعت بی‌نظیری که داره برای بسیاری از گردشگران در بین شهرهای آسیایی و حتی جهان یکی از اولویت‌ها در بین مقاصد گردشگریه. شماره 7 سئول، پایتخت کره جنوبی. سئول یکی از کلانشهرهای مدرن دنیاست و با وجود ساختمان‌های بلند قامت و بروز، بناهای تاریخی هم در اون زیبایی خود رو به رخ می‌کشن. معابد جادویی، موزه‌های بسیار و کاخ‌های تاریخی تماشایی از زمان امپراتوری‌های گذشته در سئول امروز برای بازدید وجود دارند. سئول علاوه بر ساختمان‌های مدرن و خوشرنگ و لعاب، طبیعتی دلچسب داره و می‌توان در این شهر قاب‌های زیبایی از گل‌ها و درختان رو دید. رود هان یکی از اصلی‌ترین دلایل زیبایی طبیعت این شهر. شماره 6 بارسلون در اسپانیا. بارسلون به واسطه تیم فوتبال معروف اسپانیایی بارسلونا در دنیا شناخته شده. اما صرف نظر از زیبایی‌هایی که فوتبال به این شهر داده، بارسلون اسپانیا کلکسیونی از زیباترین و خلاقانه‌ترین طراحی‌های معماریه. بیشتر این آثار معماری حاصل ذوق سلیقه گاودیه که در قرون 19 و 20 زندگی می‌کرده. گاودی جسارت شگفت‌انگیز در طراحی داشته و کلیشه‌ها رو برهم زده. شماره 5 آمستردام هلند. یکی از زیباترین شهرهای جهانه و وصف زیبایی این شهر با قدم زدن در خیابان‌های پررنگ و لعاب و تماشای معابر پر از گلش امکان پذیره. دوچرخه سواری یکی از عادت‌ها و فرهنگ‌های زیبای این شهره که قاب تصاویر آمستردام رو در صنعت گردشگری زیباتر کرده. شماره 4 دوبلین ایرلند. دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند و یکی از زیباترین شهرهای جهانه و تاریخ جالب و پرفراز و نشیبی داشته. از جذابیت‌های دوبلین گذر رود لیفی از میانشه و زیبایی این شهر رو دوچندان کرده. دوبلین با شب‌های روشنش هویت پیدا می‌کنه و بسیاری از مراکز تفریحی شب‌های شهر رو زنده نگه داشتن. گذر وایکینگ‌ها، همان دریانوردان معروف اسکاندیناوی، به این شهر هم افتاده و گفته میشه که وایکینگ‌ها خالق این شهر هستند. شماره 3 پاریس در فرانسه. این شهر رویایی پایتخت کشور فرانسه محسوب میشه
و از گذشته تا به امروز هنر در این شهر اروپایی نبضی تپنده داشته. از منظر اقتصاد هم پاریس حرفی برای گفتن داره و یکی از بزرگترین شهرهای اقتصادی اروپا محسوب میشه. آنچه پاریس رو به شهر افسانه‌ای اروپا تبدیل کرده، روح زنده هنر، مد و فرهنگه. سازه‌ها و بناهای تاریخی و نامدار هم یکی از دلایل زیبایی این شهر هستند و معروف‌ترینشون برج زیبای ایفله که طراحی منحصر به فردی در جهان داره. پاریس بهشت کافه‌نشین هاست و در این شهر دنج‌ترین و در مقابل پرهیاهوترین کافه ها رو میتوان پیدا کرد. قبل از اینکه 2 شماره آخر لیست رو بهتون بگم، لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم یادتون نره. شماره 2 شفشاون مراکش. یکی دیگه از زیباترین شهرهای جهانه که در آفریقای شمالی و در رشته کوههای کشور مراکش واقع شده. در این شهر میتونید زیباترین رنگ‌های جهان رو ببینید. از قدم زدن در کوچه‌های اون لذت ببرید. شماره 1 پراگ در چک. از نظر زیبایی با پاریس رقابت میکنه و این شهر با ساختمان‌های قدیمی و کوچه‌ها و خیابان‌های تماشایی از هر گردشگری دلبری میکنه. کافه‌های دنج و قدیمی، مسیرهای سنگ‌فرش شده، خانه‌های خوش‌رنگ و لعاب که شبیهش رو در فیلم‌های فانتزی والت دیزنی دیدید و گالری‌هایی که هنر در اون روح تازه‌ای داره، همگی معرف پراگ هستن. خب دوستان عزیزم، با آخر این ویدیو رسیدیم. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. خدا نگهدار.